از روز ازل اختراع پول در تاریخ ایران تا پایان محمد رضا پهلوی ما 420 میلیارد تومان تجمعی نقدینگی درست کردیم. الان در هر 2 ساعت اینقدر درست میکنیم. ببین اینقدر این دستگاه فاسد شده که بدون ایجاد روزی 5000 میلیارد تومان نقدینگی نمیتونه ادامه حیات بده. ما همش هم کسی بودجه نیست، 1/3 کسی بودجه، بقیه‌اش عین دزدیه. عین دزدیه. یعنی عین یه معتادی که حاضر اموال ننه‌شو، باباشو، فرششو، زندگیشو، بچه‌هاشو بفروشه، خرج اعتیادش کنه. سیستم الان افتاده به این روز که این کارا داره انجام میده با از طریق چاپ نقدینگی. شبکه بانک ایران به شدت فاسد شده. الان روزانه بیش از 5000 میلیارد تومان نقدینگی چاپ تولید میکنه. این 5000 میلیارد تومان بامداد به بامداد که چاپ میشه صاف میره جلو در صرافی، میره جلو در بنگاه‌های خرید ملک، میره جلو در جاهای مختلف و قیمتاتو میبره بالا و هر مقداری که تو درآمد ارزی داری اگه قیمت ارز ثابت نگه داری فرار سرمایه تشدید میشه. من به شما عرض میکنم بین سالهای 1394 تا 98 بین 80 تا 100 میلیارد دلار ارز از ایران فرار کرده رفته. بشکه‌ای که ته نداره اصلا مهم نیست چقدر توش آب میریزی. این بشکه ته نداره، سوراخی نیست، اصلا ته نداره پدرسگ. من عرض دارم خیلی روشنه. تمام مسائل اقتصادی ایران در داخله ما اگر میتوانستیم دلارهای نفتیمون رو نگه داریم همین مقداری که داریم الان مازاد به ما داره میده. شما ارزم به خدمت شما که قبل از مصاحبه به من گفتید 80% مشکلات داخلی 20% این جمله من نیست، این جمله محمد هاشمی پسران اقتصاددان برجسته ایرانی مقیم غربه. وقتی تورم اتفاق میفته مسئله فقط گرانی نیست، مسئله اینه که همین شما اعتمادتون رو از دست میدید به شرایط ثباتتون. یعنی مادر به فرزند پول قرض میده قرض‌الحسنه ولی تو ذهنش داره کرونومتر اون بهره رو حساب میکنه و این یه نوع حالت عصبیت، یه نوع حالت بی‌پناهی. میدونی تورم که اقتصاددانا بهش میگن دزدی شبانه دولت از جیب مردم، که بدونی که تو بفهمی شبا خونه رو 6 قفله میکنی، صبح هم کله سحر با نماز میخونی، الله اکبر، 6 رکعت میخونی مثل ولید ابن عقبه به جای 2 رکعت 4 رکعت هم بخونی بازم میبینی فقیر شدی، چون مکانیسم فقیرت کرده. این دولت ها که نمیتونن هر شب در خونه همه برن بالا. دقت کردی هم سخته، هم تیر میزنن، هم خانم لخته یه وقت نمیشه. من تعجب میکنم رئیس کل محترم بانک مرکزی، وزیر محترم دارایی روزی 5 تا 5500 میلیارد تومان نقدینگی خلق میکنن، بعد آخر غروب میپرسن چرا همچین شد. این شگفت آور این حرف، این تمام این اختیارات دست خود آقایونه. یه رفت دکتر گفت آقای من وقت چای شیرین میخوره چش درد میگیره، گفت قاشق پدرسگ رو چند میزنی یه بیرون دیگه نمیگیری، آخرش میمیری. این حرف جان مینارد کینز دیگه، به کینز گفته بودن که این سیاست شما همه کوتاه مدته، پس در دراز مدت چی؟ در دراز مدت ما همگان مرده ایم. آخه موضوعی که چه جوری میمیریم؟ ما دوره خاتمی به اصلاحات احتیاج داشتیم، دوره آقای احمدی نژاد این اصلاحات سخت‌تر شد، دوره آقای روحانی به جراحی کشید، الان داریم به قطع عضو فکر می‌کنیم هممون. حالا اگه این قطع عضو به گردن بیفته تکلیف چیه؟ ما خوشحال بودیم میگفتیم حکومت یک دست میشه، دست به اصلاحات بنیادینی میزنه که در شرایط حاکمیت دوگانه ممکن نیست. الان شما ببینید دولت آقای رئیسی عملکردش عملکرد آتش نشان هاست، عملکرد دولت نیست که دائما یه جا بحران پیش میاد، هجوم میارن، سعی میکنن حلش کنن تا ببینن کجا بحران جدید اومد، با کوچکترین تغییرات آب و هوایی تصمیمای دم دستی میگیریم مثل تعطیل کردن مدارس. الان بعد از این 4 ماه تظاهرات آقای دکتر خاندوزی دیگه اوضاع مثل شهریور نیست. دولت اون مشروعیت و اون استحکام لازم رو برای پیشبرد اصلاحات بنیادی نداره و نمیتونه هر اصلاحی رو از مردم شروع کنه. الان بحرانی که ما دارو بوده الان گازه، پس فردا بنزینه، یه خورده هوا گرمتر شه برقه. اصلا اتحاد شوروی سر ناکارآمدی فرو پاشید، سرنگونی اتفاق نیفتاد. یه روز صبح بیدار شدن دیدن آب تو لوله نیست، برق تو سیم نیست، تاکسی تو خیابون نیست. خب این الان ما میخوایم حل کنیم مسئله رو. 3 تا راه حل داریم، مثلا بنزین. یکی این که ما از خارج وارد کنیم، به نظر من عملی نیست. دوم این که قیمتش رو گرون کنیم، به نظر من عملی نیست. سوم این که جیره بندی کنیم، اونم عملی نیست. اینجوری هم نمیشه که آقای دکتر که هر 3 سال یه بار ما یه اصلاح قیمت بکنیم، 1000 نفر کششن تو خیابون، دوباره به یه تراز موقت برسیم، بعد دستگاه چاپ پول دوباره بازی عدسه. این تقصیر مردمه به نظر شما؟ تقصیر مردمه. من به شما هشدار میدم این کشور تحمل نخواهد کرد این وضع.